راههای اساسی را ما آوردیم. انا که صاحبکارا هر کدامت کوچه‌های دیهاتی کانکورتا وای میکنید تقسیم میکنید. او سانگا مایدا کنه که اول خطا دای نمک نگرفتیان. اسفالت کنید در نمی قدی راه. نانگ ناموس کنید. من گفتم 100 متر 200 متر 500 متر کوچه‌های داخلی خود جماعت نکنید. میشود کرده. ها؟ صاحبکارا را گفته ایستادن. پهلوان میشود. خدا یک وای کوچی تشبوس باشه. مثال کن 1 کیلومتر 500 متر یک کوچه اصلا نباید رحمت میگه کاری ثواب میشه کاری خیر میشه. شد مردمی جماعت دیهاتی کانکور بسیار مردمی تاریخاً تحمل پذیر با فرهنگ با تمکین دانشمند پهلوان اینقدر با ننگ و ناموس وای بودن آباد کردن. بعداً ادامه یافت علی جایای بسیار از این گوشه کنار مملکت تربیت یافتن به وای رسیدن. لیکن این انانهای نیک ادامه دادن امان در کار. بینه در ناحیه 13,000 خواننده است. 13,000 خواننده طلبه است. 13,000 یک کرتایی پوشیدنده 13,000 یک شیب کودکانه 13,000 کنید کارخانه دوزندگی جای کاری دختران خودمان مادران خودمان صاحب جای کار میشن یا هنر یاد میگیرن زندگیشان بهتر میکنن خوبتر میکنن درآمدی سرچشمه درآمدی بودجه نهایی میشه سایه معروف هم روش میکند سایه تندرستی هم فقط با امید بودجه جمهوری شدن در کار نیست. خب ما اینا راه کردم 27 میلیون دلار 27 کیلومتر 27 میلیون دلار. خب من مکتب میسازم وزیر تندرستی را سپاریدم بعد 2 سال کالجی طبی معاین میکنه یک جای ناز دوا کنید اقل 250 کس تحصیل کنید تا نمیشه جای خدمت رسانی کنید چای خانه کنید آش خانه کنید سرتراش خانه کنید حمام کنید جای کاری تازگی آزادگی این بلند برداشتن سطح معرفت نوکی مردم از همین سر میشه آبادانی. مسئله آبی آشامیدنی را ما سپارش دادم متخصصان آموخته ایستادن به طریق پوشین از طرف علی جان گجاوک علی جان پوشین این طرف بالا قطعی اگر باشد شود ما آینده ها فکر میکنیم برای تامین آبی آشامیدنی خودی منامین جماعتی دیهاتی کانکور. چنانه که از نقل کهنسالان اونایی که در مکتب اینترنتی سابق کانکور تحصیل کردند امروز در قید حیات هستند. اونایی که از تاریخ صحیفه تاریخ برخوردار گشتند از قدیم کانکور منامی دیه یتیم پرور. یعنی حالا ما در اینجا خوابگاه بنیاد کردیم مکتبش هم ظرف 1.5 سال برای 500 نفر تحصیل میسازیم ما حساب دولت برای یتیمان یک تا تا اولای کاندیدات هم که اگر شرایط شود در اینجا تحصیل میکنن. لیکن من خواهش میکردم از مربیان آموزگاران اونایی که در مکتب اینترنات تعلیم و تربیت میدین نه همچون آموزگار مناسبت کنید پیش از همه همچون پدر و مادر مناسبت کردن همچون پدر و مادر همچون فرزند خود آنها یتیمان هیچگاه غمخواری شما را مناسبت پدرانه و مادرانه شما را فراموش نمی کنند. کجایی که کلان شوند نشوند استادش کافته میآورد اقلا یک بار آمده سلام میکند و این هم از لحاظ دین مبین اسلام هم از لحاظ گومانیستی یکی از کارهای ثواب و خیری مردم امت مسلمان است. نه حج نه خانه خدا نه طاعت عبادت پیش از همه مناسبت نیک عزت احترام به پدر و مادر
تا آینه که پدر و مادر را گرفتن مرتبهش از آن بالاتر است. آنچه که من نوبر کردم. دویم صاحب علم ایجاد کردن که دیگران بهره‌ور شوند. سومش سر یتیم را سیده کردن. چقدر دقت جدی تیم برای تعلیم و تربیت فرزندان. یک جهان تشکر به مادر عادی دهاتی جماعت دهاتی کنگور در اینجا صحبت کردم. گوش کنید، من بسیار صحبت میکنم با مردم در سفرها. صحبت کردم، فکر کردم یگان چیزهای دیگر میگویم. یکیش درباره بنیاد کالج طبی که دختران تحصیل کنند کار کنند، این مسئله را روی کردم. همین طریقی مادرانه هزار مراتبه رحمتی فکری خواندن پیسر میکنند.